خانم راضی میشده باشد؟ راضی میشود، چون که تا حال فکرش در دهه بالا است. از این بهتر فرصت نمیشود. نظیره رو به جبار دادن پس دو دهه یک جا میشود که نمیدانم، ولی انیق نظیره موی سرش رو میبرد و به جبار خاندار نمیشود. سعید گوش میکنم جناب جبار. همه چیز تیار است؟ تیار است. اگر من نمیشدم با آن دیپلمی معلمیت به 3 درم درس میدادی. کاش که میموندید درس میدادم. از این کار من شاد میبودم. با من ده گفتم میمیرم و نمیدیم. دمیر بفرمایید خانم. قیچی رو از دستش بگیر. نزدیک نشم میکشم. پروردگارم رحمش رو بخون. نکن اپا جان. تو کردور نشو. نترس، اپا این نظیره میدونه چی باید کرد. به جبار میرسی، خواهی نخواهی. میرسد البته. او خاندار نشود نوبت به ما نمیرسد. معلمی داری ها؟ بسیار خوب. معلمی نکرده چیکار میکردم؟ مگر برای همین نخوانده بودیم؟ اخیر گپت رو گفتی ها؟ برای همین این کاغذ رو امضا بکن که دهه های ما یک جای شوند. من خانمی آنجا شوم. تو باشد نظیره رو بزنی بگیر. من هم گفتنی دارم جبار. نظیره از شما خواهش میکنم که برای تعیینات به یک دهه یاری رسانید. بدیه؟ نگی خان تو گو که او شوخی میکند. نام دهه کی نلیکر. شما این سرود را میدانید؟ یکم بار میشنوم. بسیار زیبا میسراید. سراییدن این سرود را از قمر دیوانه گوش کنید. قمر دیوانه؟ عادتی ما را نمیدانیم مگر دختری موی سرش کوتاه را کلین میکنه؟ آخر انسان چی با موی سری دوست داشتش؟ سلام علیکم. ببخشید خانه علی در کجاست؟ مهمانشون میشوم. یک دقیقه. ابا از در درآید. از در دمیر بیدار شد. زودتر. او را دیدم فاطمه. کسی را که در خوابم دیدم اومد. سلام علیکم. علیکم السلام. صبح بخیر. خوش آمدی. مرحمت. چای دارید؟ نه آب ماندم. 10 دقیقه پس تیار می شود. بسیار خوب. یک چی پرسم. در طرف های شما دختران با لباس شب‌روی میگردند؟ جناب دانسته گپ زن. گفته تو امکان ناپذیر است. نادرست فهمیدید. این طور گفتن نمیخواستم. در نزد شرشره یک دختر رو دیدم. در این ساعت به شرشره نمی روند. شاید به تو پری عیان شده باشد. در دهه مخاین پیدا شده است. به نظیر آدمی قیچی داده را یافته جزایش را دادن لازم. پگاه یا فردا آدم نظیر تاثیر ما میبراید. پیشش را نگیریم سر میبردارن. علاوه بر این باز نگویند که به دخترش گپش نگذشت به ما میگذارد. مگر ریشت را گرفتن لازم. دمیر لب خانم. ریشی بای را گیر.
خانم بای ریش گرفتن نمیخواهد. با تو گفتم ریشی بای رو گیر. استوره در جایش نیست خانم. پسرم مسافر رو در جای ناشناس مگر میپرتویند، لیکن تو هم یافتی وقتی در اون راه شدند را. نه از تصویر کرده بودم. شاید حالا نرسیده باشد اکا. معلم آمده است، پیشواز گرفتن لازم. راست میگوی. رفتیم معلمت رو میابیم. خوب شده است. مرحمت. تشکری زیاد. کنی بگو راحت را یا اینکه پیت را گم کردی؟ کدام شمال تو را به اینجا آورد؟ نه، راهم را گم نکردم، دانسته اومدم. این دهه کنلی کار مگر نیست؟ درست، اما دانسته به اینجا کم می آیند. خب که در این راه گم نشده ای. علی مرا تو اینجا آورد. کدام علی؟ از دهه شما، علی خورد. علی پسری عمر؟ مگر وی در استانبول نبود؟ همینطور، ولی برای توی آمده است. مرا هم تو اینجا آورد. یعنی تو از خویشاوندان او هستی؟ نه نیستم، معلم صنف‌های ابتدایی. بر وقت‌تر نگفتید، نرنجید معلم، نفهمیدیم. معلم در اونجاست. جای رنجیدن نیست، بنشینید. استغفرالله. معلم جان. انا راه بلدم هم آمد. شما هیچ چیز را نمیدانید معلم. اونقدر به شما تصویر کرده بودم روحی خونمون رو. خاموش. با معلم مگر همین طور گپ میزنند؟ بمانید چی طور خواهد گپ زند. او دوستی من است. خوش آمدید جناب معلم. تشکر. خبر میدادید پیشوازتون میگرفتیم، خسته نشدید؟ تشکر. با علی تماما خستگی رو حس نکردم. در راه گوش نماندید. مرحمت به خانه ما، خدا چیزی که داده باشد. شما رو ناراحت نمیکنم. چایم رو الکی نوشیدم. ببینید معلم، خالم توش بره با لذت میپزد. راست میگوید، در دهه از اون بهتر نیست. خوب شده است مادام آنقدر با لذت باشد. ما شما را تکلیف میکنیم، اما مرحمت بفرمایید. تشکری زیاد. سلامت باشید. سلامت باشید. مرحمت. اکای محمود، گوش میکنم یزور. کمی جای من رو پاسبانی کن. با جنگل میرم. اکا زود بر میگردم. گیر کتابت را از دسترخوان. زمین آسمان کتابی تو چیکار میکنی؟ خوندن رو نمیدونم. به دانشگاه داخل میشوم. داخل شوی همه رفته باشه. وقتی پدرم سلامت بودند اجازت میدادند. از این پس ما رو گوش میکنید، نه اینکه پدرتون رو نگفته بودم با شما. با درس دیر میمونم. مثل اپای نظیرش یک رو است. مرحمت باش. نظیره فاطمه نفر آمدن. حاضر میبینم خانم. چی گپ شد؟ هیچ گپ. کی میداند شب در آرزوی چی بود؟ آرزو میکنم. با شما چی؟ همین خینه دمیر. آرزوی شوهر کردن البته. با جانم گفتی. نظیره در کجا پرواز داری؟ در هیچ کجای. مهربان رو فکر میکنم. پگاه توی دارد. نگر اونیز خانه دار میشود. ما در خونه موندیم. اگر اجازه دهید یک رفته او رو ببینم، شاید احتیاجی داشته باشد. نمیدهم. اگر همراه دمی روی ممکن. از این پس مثل سایه دست پست می شود. دمی رفته بین. خانم چی شد؟ چی میخوایی؟ یک طرفیست. خانم را دیدن لازم. دوریست. چیزی میخوایی به من میگوی. بسیار مهم است. بغیر از خانم به هیچ کس نمیگویم. من در آمدن نمیمونم. بیمان درایم دمیر. دوریست. دمیر. در این سحر چی گپ یوسف؟ خبری مهم دارم خانم.
حکومت به دهه ما معلم روان کرده است. معلم؟ ابا از آن شما نباشد. سر بر وقت به قهوه خانه من آمد. همراه پسر عمر آمده است. حاضر در کجاست؟ عمر گرفته به خانه خود برد. خانه بای را مانده در خانه او می ایستد. دمیر زود رفته معلم رو بیار. به بیرون برو روگار. دستتون درد رو نبیند. در حقیقت گفتی علی درست بوده است. اوش رود. مردم چرا در نزد خانه شما جمع آمدند؟ برای توی؟ آنها برای دیدن تو آمدند. علی برای همین میخندند. برای دیدن من؟ معلم علی، شما مردم دهه را تماما نمیدانید. دهه ما آمد و رفتی بسیار ندارد. علاوه بر این مهمان معلم است. البته در هیجانند. یا الله. سلام دوستان. سلام معلم. در حیاتم یکم مرتبه میبینم. میفهمم حالا مردم دهه را نمیدونید. مرحمت دوستم دمیر. با اشتیاق تو هم معلم تو هستی؟ ها من چی بود؟ خانم تو را فریاد میکنند. خانم؟ چی خیلی مرا فرمود بیاید؟ فرمود که به خانه ما آید. خانه بای استاده در خانه آنها چی می استد گفت؟ کیست اون خانم؟ صاحب همین زمین. در این دیه همه برای او کار میکند. از روی فهمش من دوره فیودالی که ها گذاشته است؟ گفته ای تو در دفتر و کتاب جناب معلم. به خانم سلام رسانید. در خانه عمر جای من خوب است. از روی امکانیت او رو البته خبر میگیرم. حالا هم خوب هستید جناب. تا نظیره را نگیرم هیچ وقت خوب نمی شود. جناب دیگر دختر نیست. سالهای دراز وای دیوانه را شما انتظارید. مانند نظیره نیست. با کسی دلم کشد کسی را خواهم همان زمان میگیرم. ولی او اینطور نیست. با گپی کسی گوش نمی کند. مثل اسبی رام نشده است. تا او را نگیرم هیچگاه نمی میرم و او را هیچگاه به هیچ کس نمی دیرم. پگاه داماد میشوم. این حالم را بین. توی را به این نوبت نگرفته کار میفرماید مرا. هیچ حالی مرا نفهمید. نمیفهمد. او فقط در فکر خودش است. توی تو به خاطرم آمد. بای به تو یک هفته استراحت داده بود. خونت را آباد کن. پس از توی مسافرانت را گسیل کن. وای در وقتی بای بود. خدا از وی راضی باشد. علاوه بر این 3 روزه معاش را داده بود. شاید لازم شود میگفت. اکنون چی؟ خانم اگر رنجت معاش نیست ولی کار بسیار. کاش که در سن سال تو میشدم و در وقتی بای خانه دار میشدم. این هم میگذرد غمگین مشو. بای نباشد هم ما هستیم. اگر یگان کمبودی شود جمع شده کمبودیت را بود میکنیم. تشکر زیاد برای دستگیریتان. اکی عمر در خانه خود مرا جای داد. کمی با او میستم. دوید با بلندی بیاید. ایستا باز چی شد؟ قمر باز رو بروی تخته ایستاده. نفوذ ده را از نو حساب دارد. آیا شما نگفتید که دیگر او را غم نمیدید؟ شرم کنید. غم ندید دیوانه را. از دوستاری هم غم میدیم رجب. چه خبر اکی قمر؟ چه میشد؟ باز از نفوذ دهه ما زهرا را تازه کردم. همین را اصلاح میکنم. اما او اکنون در دهه ما استقامت نمیکند کو.
او در دل من است. از بس که من در کنالی کار هستم زهرا هم در همین جاست. تماما این رو فکری نکرده بودم. دوستت هر روز تو رو گرفته نمی آید مگر نه؟ بعد یک جای با تو گشته می رود. در این مورد او رو به اینجا و تو رو به شهر علاوه کردن لازم. به فکرم شما هم عاشق هستید. به فکری من تو دیوانه نیست که قمر. کی گفت؟ کنی بیرو دیگر او رو انتظار نکن. اگر در شهر زهرا رو دیدی بگو که قمر هر روز تو را در نزد درخت انتظار است. البته میگویم. قمر درختت رو میبرند. ای وای یا الله یا الله. خانم چنانه که شما گفتید همان طور گفتم، کلمه به کلمه. تو عقل داری دیوانه؟ با معلم خانم تو رو فرمود گفتی؟ مگر امر ندادی؟ با من گپ نگردان، از نزدم گم شو. اپا باز از آن شما نباشد؟ دیگر صبر ندارم. فاطمه با کجا؟ وای وای تا 2 روز مانده است. یک رفته مهربان رو میدیدم، شاید یگان کمبودی دارد، ولی اگر خواهد منه بلکه اپای نظیر هم رفته پرسان شود. با او به بیرون بر اومدن من است. تو رفته زود برگرد زود. ببخش برادر، برای من شده به کار نرفتی. ما در ده هم مکتب میکشیم، از این مهمتر کار میشود مگر؟ با فکرت با ما رفیقانت یاری میرسانند؟ اونا آخر در جنگل مانده میشوند، علاوه بر این با ما مکتب میسازند. با جان و دل میسازند. آنها آدمان خوب هستند. تنها خانم همه درباره خانم گپ میزنند. کی است وی؟ بیا من با شما نقل کنم. یک وقتا در بالای سرمان یک بوی خوب بود. درختی بریده قریب به بالای من افتاد. او مرا نجات داده خودش در تگ درخت ماند. حاضر از بوی که مثل یک کو بود سایه‌اش مانده است و خلاص، چون که یک طرف بدنی او به حرکت است. اکنون بوی باشد در خانه اش است و از جایش جنبیده نمیتواند. این خانم باشد زنی انا همان بوی است. در این دهه به اجازتی وی کاری کرده نمیشه. برای به نزدش نرفتنم شاید به مقابل من هم براید. از او چی انتظار شدن را نمیدونم. هیچ گپ نه، ما باید اول بین خودمان متحد شویم. خوش آمدی. وای در کجاست؟ چی در کجاست؟ معلمی که اپم در خوابش دیده است. نظیر معلم رو در خوابش دیده است؟ خوابی زیبا. بگو در کجاست؟ با اکم مکتب رو دیدنی رفتن. پس از عکسی رو دیدن موی سرم دروز شد. دوباره خواب رو دیدن، پس سحر به شرشره رفتم. همون خیلی شد که در خواب دیدم. مگر این خیل شدنش ممکن است پدر؟ مگر انسان پیش از دوست داشتهش رو در خوابش دیده میتواند؟ من دلم رو باختم پدر. من اکنون دیگر کس رو دوست داشته نمیتوانم. مقصد معلم همین است. چی خداره که ما مکتب رو زودتر تعمیر بکنیم خوب است. کودکایمان باشد در زمستان همینجا تحصیل میکنند. همین که در جنگل کارمان تمام شد راست به مکتب میرویم. این طور نمیشود برادرم رجب. پگاه با فکرم توی دارید. کار دیهای ما برای ما توی است. پگاه کار را سر میکنیم. خدا به شکر همه چیزمان تیار است. والله اکی رجب میکنیم گویند من هم راضی. دخترم و پسرم در دهه استقامت میکنند. اگر جانم به دهانم آید هم از جنگل راست با تعمیری مکتب میروم. بهترش بگو چی بیارم با خود؟ چی میگویی؟ چی گفتنم رو نمیدانم. میبینید در یگانگی ما مکتب از تخمین من هم بر وقتتر آماده میشود. چی شد محمد؟ بگو به من. از هر یک کلمه سخن نگفتی یا اینکه من تو رو رنجاندم؟ این طور نگو. نباشه چرا نمیگویی؟ اگر من به دانشگاه داخل نشوم تو از اینجا میروی، من باشم میمانم. از همین سبب غمگینم. غمگین مشو، برابر میخونیم و دانشگاه هم یک جای آماده میشویم. در حقیقت به این باوری داری؟ البته باوری دارم. مرا فقط ترک نکن.
علی تو باری سبوک رو فقط بیار. زود خسته شوی ما رو در نیمه راه میمونی. خسته نمیشم. باری وزین نبردار که قدپش میمانی. گوش نکرده میکشاند. بعد از تمام شدن تعمیر مکتب در نظر رفیقانش فخر کردن میخواهد. چی جای عیب؟ البته میگویم. قمر چی آوردی؟ ظرف. ظرف تو به ما چی لازم؟ در صنف آتشنان میسازیم. من زمستان رو با همین میگذرانم. به شما آوردم. به درونش هیزم پرتوت سنگ رو گرم میکنیم. کودکان ده گرم میشوند. ای قمر با گفتی تو مکتب رو تمام کردیم و زورمون به یک آتشدان نرسید. این طرف نگوید. فکر خوب است. تشکر قمر. ظرفی تو بسیار به ما لازم میشود. معلم چای نوشید. تشکر. روزی با برکت برآمد. خدا به همه ما قوت بخشد. من این طور دسته رو ندیده بودم. اگر همین طور دوام دهیم در بین چند روز تمام میکنیم. انشالله. ولی ما باید اول به خانم میگفتیم که با تعمیر مکتب اجازت دهد. اما از روی گفته های شما درباره او از وی یاردم نرسد خوبتر است. بیند که مردم دیه با امکانیت خودش به چی موفق شده میتواند. جناب به درون می در آمدید هوا خنک شده است. هوای خنک خوب است. در تابستان برای انسان فارم است. فارم است این. جناب شما از حد زیاد درباره نظیره فکر میکنید. تا دراز شدن موی سرش خود را عذاب میدید. راهش رو یافتن لازم که عرف و عادت را ویران نکرده بگیرم. معلم شما نرنجید. از بس که در دهه ما آمد و رفتی بسیاری نیست، جای خوب هم نداره. جای من خوب است. علاوه بر این چون خسته شدم که در بالای سنگم خوب روم خوبم میبرد. شما یک چند روز طاقت کنید. بعداً البته یگان جای خوب میابید. من اونقدر هم نازک نیستم. خجالت نکشید. کار رو انجام بدهیم شد. شما در حقیقت انسان خوب هستید، مثل که به ما علی گفته بود. من فقط از روی انصاف رفتار میکنم. نه زیاد و نه کم. بسیار خوب. خدا نگهدار. پگاه دوام میدهیم. برادرم عمر. لبه؟ اگر نرنجید یک چی میپرسیدم. مرحمت بپرس. سحر در نزد شرشره یک دختر رو دیدم. با شما تعریف کنم شاید بدون دوره. گبزن شاید میدونم. قدش مثل من، موی سرش کوتاه. حال فهمیدم. تو درباره نظیره بپرسی. الکی فهمیدید؟ حالا چیزی نگفتم؟ شما موی سری کوتاه گفتید کو؟ در دهه ما فقط نظیره هست که با شوهر بر اومدن نمیخواد. دختری خانم چی بود؟ ها؟ هیچ چیز نیم. گفتی تو شود. خواب خوش. تشکر. اپای نظیره من خوب میبینم یا که تو موی سرت رشو نمیکنی. نه فاطمه تو خطا میکنی. بیا من با دو چشمانم دیدم. چیزی رو فکر میکردی؟ ها فکر میکنم. چی شده است؟ با کسی نگو که به حالت میخندن. دختری زیباترین ده در فکر کسی ناشناس. موی سرم دراز شود گفته شو ندارد. فاطمه
апай Назира, дар оина ба чашмонат нигар, ошиқ шудӣ. Паго саҳар духтарони деҳа ба назди дарахти ошиқон мераванд. Ба ният шавҳар кардан? زود زود Hadi kız gidiyoruz. رفتیم دختر ها زودتر دمیر دختر ها رفتیم زودتر زودتر دختر ها زود چرا شما بسته ایستاده‌اید؟ آتا نظیره هست شما رو به کسی نمیدهند. تو چی کار داری؟ کی میداند فردا چی میشود؟ فردا بعدی نظیره نوبتی من میآید، برای همین بسته ایستادم. خدا نگاه دارد. نظیره شنیدی چی میگویند؟ از برای تو شده در تگی گپ موندیم. تو باشی با فدیک چیزی روی میدهد گفته بسته ایستاده یا؟ نه من پرواز اینها رو دوست میدارم. نور در کجاست؟ خواب است. در خانه ناآمد. میدونی که او با این چیزها باوری ندارد. نظیره پیش رویمال رو گیره بالای گیره کرده میبستی که پریده به کسی رفته نرسد، حالا در نوک شوخچه بسته ایستاده ای؟ تو از جنگل اومدن مردم نیم این دیوار رو تمام میکرده باشی معلم؟ افسوس که نه علی جان، اینقدر کار از دست دو کس نمیآید. علاوه بر این بیگاه توی است. بر وقت تمام کرده رفته تیاری میدن لازم. اکی قمر تو هم به توی میایی یا نه؟ مگر به قمر توی میگذرد؟ البته میآیم، البته میآیم. اپا من در هیجانم. رویمال که امسال پریده به کی میرسیده باشد؟ تقدیر رو کسی نمیداند. میخوایی که از تو پرواز کنن؟ فاطمه بس کن. شما پیش روید، من کمی دیرتر میآیم. چیزی به او نگفتم، اطراف را نگاه کردم. انیق که این کار را سه کس به انجام رسانده نمیتواند. شاید شب مردم یاری داده باشند. یعنی معلمی که خود را به ما معرفی هم نکرد کارگرهای ما را باز به کار جلب کرده است. جزایش را میدهم. از من بخبر مکتب رو تعمیر میکرده است. برو به اتاقش بر. ماشین رو تیار کن، به شهر میرویم. خوب شده از خانم. تو هم تیار شو، با ما میرویم. به مکتبت برده میمونم. اما چی اما؟ میرویم گفتم. تو آنها رو نگاه کن. البته مادر، با جان و دل. اگر گفتنی داشته باشد فرایم. نه، اول به شهر میرویم. نظیره مهربان، تو خبر داری چی شد؟ ها، فاطمه نقل کرد معلم رو در خواب دیده. یک بار نه دو بار. دیروز اکم به خونه آورد. در حقیقت بسیار صاحب جمال است.
аз ҳаяҷон дуруст ба ӯ нигоҳ кардаам натавонистам. медонӣ ҳозир дар куҷо ҳастанд? медонам, мактабро таъмир карда истодаанд. модарам аз ман напурсида таъмир мекунам гуфта асабӣ шуд. не ба шаҳр рафт. чӣ кор мекарда бошад? чӣ кор кардаам метавонист ба муаллим? ӯро ба мо ҳукумат равон кардааст. хонум меранҷад ё не ин кори ӯст. ту хубтараш ба назди мактаб раву бинд ӯро. ӯ ҳам динаш шаб аз акаи ман дар бораи ту пурсон шудааст. маро пурсид? чӣ кор мекунӣ намедонам, вале роҳашро ёфта баро. бинед якдигарро. хоб аст ё чӣ ҳаст намедонам, вале бесабаб нест. намедонам. модарам бедамир ба берун баромадан намемонад. чӣ кор кунам? надонам, вале назирае ки ман мешинохтам роҳашро ёфта хостагии худро мекард. чӣ кор мекунӣ дар ин ҷо? ҳеҷ. бо меҳрубон суҳбат дорем. дар тӯй во мехӯрем меҳрубон. то боздид. чӣ тавр ҷаноби мудир, ин рост аст? агар ба деҳаи шумо муаллим равон кунанд мо бехабар намемонем. вазорати маориф имконияти ба 50 хоҷагӣ як муаллим равон карданро надорад. деҳаҳое ҳастанд ки нуфуси онҳо аз шумо зиёдтаранд ва шумо дар шаҳр мактаб доред. дуруст мегӯед. ин тавр бошад ин муаллим кист? росташро гӯям намедонам, аммо дархост мефиристонем. албатта мефиристонем. алло, модар? акнун мешунавам. шумо бо вазорати маориф суҳбат кардед? таъиноти ман баромад? чӣ? фақат аз падарам ёрдам напурсед. ба ӯ боз қарздор шудан намехоҳам. худатон ҳаракат карда ҳал бикунед. илтимос модар, илтимос. алло? 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 муаллим, он гуна дод мезанед ки овозатон аз он кунҷи деҳа шунида мешавад. ба Истанбул гап задан мехоҳам. сумру худро орою торо медиҳад, яъне ӯ аниқ ба назди Юсуф меравад. кошки ин дарди сар зудтар равад. ҳамин ки баромад то ҳам баро, вале то расидани модарам баргард ва модарам боз моро ҷанг накунад. аз дур нигоҳ карда зуд бармегардам. хавотир нашав фотима. ин тавр намешавад. то ӯ туро дидана интизор шав. ин боз барои чӣ? ҳамин тавр аст. чашм ба чашм ояд, баъд ишқ аниқ мешавад. намебинӣ ки ман ба дамир чӣ тавр нигоҳ мекунам? худоё тавба. ман як ҳавои тоза гирифта меоям. шумоён боз ягон кори бад накунед. бо Юсуф боз ягон корро сар накунед. ба падарам мегӯям. бигӯй ба падарам, тарсондӣ. ба ғазабҳоят ҳоли ҷамъкунӣ дорад магар? модарам чизе намегӯяду ту ба ман соҳибӣ мекунӣ. баро рав. аз дастат фақат асабҳои моро ноором кардан меояд. бас кун фотима, боз ин дарди сар дар хона наистад. баро рав. аммо падарам, ман ба наздашон меравам. баромадани сумрро дида зангула мезананд. майлаш, аммо ту ба ӯ ба куҷо рафтанамро бигӯй. бирав зудтар, зуд бош. модарам омаданаш мумкин. шуд рафтам. ҳамаш хуб аст муаллим? чизе рӯй дод? не ҳеҷ чиз не. каме нороҳатам. ман ҳозир меоям. мо давом медиҳем, парешон нашам. то ҳам дарурав шудӣ магар? дар куҷоед? чаро маро дида шумо ҳама вақт ғайб мезанед? дар бораи ман ба шумо чӣ гуфтам? ба касе шояд мона карда бошед, намедонам. аммо бовар кунед, инсони бад нестам. як бор ғайб назада илтимос ба ман нигаред. аз мардум шунидам.
مقابل عرف و عادت برآمده موی سرتان را بریدید. جسور هستید. چرا از من میگریزید؟ از رفتار شما خود را بدبخت حس میکنم. اگر اینطور نباشم به نظم برآیید. من آن سیاهی زیبای شما را یک بار از نزدیک دیدن میخواستم. در کجایید؟ شما کجا شدید؟ شما بدعفت نیستید. درست گفتم. در نزد زیبایی شما من مثل بدعفتم. معلم جان معلم جان پریشان شدم. خوب هستید؟ خوب هستم علی. من برگشتنی بودم. در اون راه شده باشید کمی دم گیرید معلم جان. باز خسته نشوید. همش خوب است. بسیار خوبم. بسیار خوب. با جنگل می رویم خانم. با کارگران گفتنی دارید؟ البته دارم، اما حاضر چیزی نمیگویم. اجازت مرا نگرفته با یک بیگانه همکاری کردن باز چی بوده است؟ با کارگران کمی درس عبرت دادن لازم. من به همه مردم برای با معلم همراه شدنشان جزا میدهم. چی کار کردن میخواهید؟ بگاه توی است، توی گذرد میبینی، پگاه سحر همه آنها رو حیران میکنم. خوب میشود. میبینی معلم به این چی میگوید؟ با من هیچ پسند نآمد. سلامت خوش آمدید. خوش آمدید. نور دیده تاج سر. خوش آمدید. خوش آمدید. سلامت باشید. اوه مادری جان و دلم. خوش آمدید. خوش آمدید. دینید آزاده کار چطور میبرایم. آفرین به تو. آفرین. خوش آمدید. دست درد رو نبید. صدقه قدم هایتان. از روی عرف و عادت تگ شیشه را خالی، قد و قامت داماد را راست بینیم. اسب کلین تیار باشد، همه را به میدان ده برویم. میرویم. خواهرم از تو باشد. معلم شما در توی دهن نخستین بار اشتراک دارید؟ نخستین بار. حیران شده موندم. بسیار زیبا و صمیمی. نمیدانم چی گویم. با شما پسند آمده باشد شما را هم در همینجا خانه‌دار میکنیم. خوش آمدید جناب. از دیدار شما شاد هستیم. زود شفا یابید. در بالای سرمون باشید. همیشه در پناه خدا باشید. دستتان را بیبوسم. خدا شفا بخشد. خوش آمدید بایم. خوش آمدید. خوش آمدید بایم. نگاه کن، هیچ کس تو رو دوست نمیداره. مناسبتتون جدی نیست. من میبودم آنها رو در همین روزی توی هم تا سحر در جنگل کار میفرمودم. شاید با اون روزها هم برسیم. همه چیز وقت و ساعت داره.
ой дамир бигу чӣ шуд чаро мисли гум хомӯшӣ گفتنی ندارم гап зан گفتنی ندارم ин тавр бошад хуб ман туро фақат шодидан мехоҳам барои ҳамин пурсон шудам رحمت дамир لبای فاطمه дар тӯи мо ҳам ҳамин тавр пӯшед ба шумо либосатон зебидааст апа аз наздик боз соҳиб ҷамолтар будааст ба мо ҳеҷ монандӣ надорад аниқ аст ки ӯ инсони донишманд аст ба ман ҳам писанд омад чашмонашро аз ту намекунад гаштаву баргашта ба ту нигоҳ мекунад дида истодам яъне муаллим ҳамин аст بله خانم дуруст тахмин кардам нигоҳ кун мардум дар атрофи ӯ мисли парвона ана ҳамин тавр умар тахмин кардааст ки баъд аз дидани бинои мактаб ман аз баҳри мактаб гузашта ба истанбул бармегардам росташро гап фикр доштам ки инҷоро дида метарсӣ خانم тамоман чизе нагуфт ё ин ки ҳоло хабар надорад ё тарафдори таъмири мактаб аст خانم ҳамон зани нест ки бо рӯи моли сурх аст рост ба тарафи ту нигоҳ дорад духтарро додем никоҳ кардем акнун вақти рақсу бозӣ расид навозандагон бинавозанд тӯи моро аз номи хонаводаи бой дамир оғоз кунад апаҷон бин барои ман мерақсад ман ба дамир ошиқ ҳастам апа дӯсташ медорам ман ҳам чӣ ҳа баъзан фикрам дур меравад من همراه معلم که به دیها اومده است رقصیدن میخواهم بینم انسان خواندگی چطور میرقصد дар байни инсонҳои хуб рақсидан барои ман фахр аст мебинем аз уҳдааш мебаромада бошам апа дарунам дар гирифт ба инҳо нигар чӣ тавр зеби мо ҳастанд магар не хез мо ҳам бирақсем сафсата нагӯ фотима ту кай дидӣ ки ман мерақсам ин бегоҳ бояд бирақсем апа бас кун фотима бию
ватанатро сахт ёд кардӣ. солҳои дароз наомада будам. раҳмат ки овардӣ. гӯш кун, мо бисёр намешинем. иншоалло вай девона дар он ҷо нест. агар ӯро дидӣ ягон гап намезанӣ. ман гапамро гуфтам. биё рафтем. خوش مادر جان ببین چی خیل میرقصم انا بین نگاه کن آخا یا الله یا الله نظیره خیز التماس اقلا یک بار در توی من برقص. نمیخواهم مهربان. نغز میدانی که من رقصیدن رو دوست نمیدارم. نباشد ایستاده قرصک بزن. نه آخر گفتی تو شود. تو که نگفتی دیگر هیچ وقت ها نمیگویی. با من نگاه میکند. هر باری که به سوی او نگاه کنم با من نگاه میکند. حالا یک کار نشده است. و هر دوی ما چی شده باشد. با خود حیرانم. نگاه نکنم که او را ناراحت سازم ولی چشمانم را از او گرفته نمیتوانم. مثل اون شعرهایی که من دوست میدارم گشته و برگشته میخواندم. زهرا اومد. زهرا؟ او با شوهرش داوود اومد. شما با رجب رفته پیشواز گیرید. من با شب قمر را از اینجا دورتر نگاه دارم. قمر بیا من با تو کار دارم. بیا جناب داماد. خوش آمدید اکای داوود. خوش باشید. رفتیم قمر رفتیم. دیوانگی نکن. رفتیم از اینجا. رفتیم. بیا قمر نرس با اکای داوود خاندار شده به شهر رفتی و ما را فراموش کردی. در شهر زندگیش بسیار خوب. حضور احمد با ما است. با چی لازم؟ میدانه که فقط روی خاطر شما اون را به این دیه آورد. شما خوب میدانه که من خود را در اینجا راحت حس نمیکنم. میدونیم اکای داوود. تشکر زیاد. قمر من با تو نمیروم. من با تو کار دارم. نمیروم گفتم. نرس پیشارا رفتیم. من تو گفته بودم کن نایم. این دیوانه داود را فراموش نکردن. رفتیم میگویم. اوه مردم گپ زنید. این مگر درست است؟ باز 10 سال دیگر گذرتم فایده ندارد. از آنی من هستی. اکنون زنی من هستی. را گرد میگویم. با زهرا نرس. تو خطیست. بدگانه هم نرس. چی؟ تو را دوست نمیدارد. هم قمر و هم زهرا را حیف کردی. از بهرش گذر. مانو در دیه در نزد قمر بیماند. از تو باید پرسم. تو یک به خودت نگر. نیستم. حف کن نظیره. من فرزنددار میشوم. راهی بازگشت ندارم. تو شنیدی؟ تو عذاب خودت را گشت. را گرد. قمر تو در کجایی؟ Rogard! Kenny! Şuna gör! Kınalı kar, sen de büyük
var gelinlerin, güvenlerin kavuşmaz mı yüce dağlar? Ötelerde bak bir köy var, güneşi az eksik bahar. Ayırmışlar seni beni, unuttun mu köyünü yar? Göğe doğru avcum kanar, duam sana alma nazar. Sensiz geçen günlerime hasret ektim azar azar. Kınalı kar, kınalı kar, sende büyük bir ahım var. Gelinlerin, güvenlerin kavuşmaz mı yüce dağlar? Kınalı kar. دیروز من دیدم چطور نظیره با او می‌نگریست. او باشد به نظیره. مار را در خوردیش نیست کردن لازم. اگر نظیره به این عشق پورا داده شود، اصلا از بحرش نمی‌گذرد. امسال در خانه موندیم. نگر از آن من هم در جویش. ولی شده به شوخچه در مونده است. یعنی خونه دور میشم لیکن با مشکلی. بیا مامان. از آنی کسی پرواز نکرده است. پرواز کرده است. از آنی اپای نظیره. از آنی من پریده است. رای مالی من پریده است. رای مالی من پریده است. شب رو انتظار میشوی، فهمیدی؟ بازی رفته آدم رو میوبه، همه اش رو فهموند. تا کار به انجام نرسد مردم باید هیچ چیز رو ندانم. فرمان بردارم. پدر رای مالی من پریده است. رای مالی من پریده است. معلم جان، معلم جان، معلم جان، چی شد خبر؟ چی شد؟ سوختار مکتب میسوزد. آب بیاره زودتر، آب بیاره. یا الله مکتب میسوزد، مکتب میسوزد. آب بیاره، آب بیاره، همین قدر کاری ما برباد رفت. چرا؟ مکتب بسوزد. خانم تو را فرمود. مکتب میسوزد. مادر جان زودتر دمیر رو بیدار کنه. به اونجا روند. دمیر در آنجاست.
آدمگری تو همین است.